بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران ایمانی و اسلامی من، امروز در ثبت مذکور من قصه مرگ حضرت یوسف علیه السلام را به شما نقل خواهم کرد. پس با دقت گوش اندازید. حضرت یعقوب علیه السلام برادر داشت که او را 40 سال ندیده بود. پس نیت کرد تا او را زیارت کند. چون یعقوب برادرش را زیارت کرد، خداوند به عزرائیل فرمان داد تا جان هر دو را بگیرد و به حق تسلیم کند. ملک الموت جان هر دو را قبض کرد و به حضرت خداوند سپرد. حضرت یوسف علیه السلام چون این خبر را بشنید، تاج را از سر گرفته به زمین پرتافت و پیراهن در تن خود پاره کرد و سر و پای برهنه با همه لشکر می دوید و می گریست تا به بالین پدر و عمکش رسید. وقتا که هر دویش را بدید، با درد و حسرت ناله کرد. بعد سرش را برداشت و درهای آسمان را گشاده دید. حضرت یوسف عالم هوا را با نور آراسته دید و دید که همه ارواح، انبیا و فرشتگان به پیشواز آنها برآمده بودند. فرشتگان نثار رحمت بر دست گرفته یعقوب و برادرش را از دنیا برآوردند و آنها را بشستند. سپس هر دویشان را به یک گور در بیت المقدس دفن کردند. چون یوسف دست از خاک ایشان بیفشاند، باز به مصر برگشت. حضرت یوسف به خود نگاه کرد و در خود 4 غم را می دید. یکم، غم و اندوه یتیمی. دوم، درد و غم و اندوه غریبی. سوم، اندوه فراق پدر. و چهارم، غم هجران عمکش. طاقت تحمل آن اندوهان را نداشت. چون شب شد، یوسف به کنار رود نیل رفت و با اخلاص به خداوند سجده کرد و تا صبح نماز خواند. در آخر گفت: بار خدایا، از ظلم برادرانم رهایم کردی، از دام و مکر زنان رهایم کردی، از زندان بیرونم آوردی و صاحب ملکم گردانیدی. لباس رسالت و نبوت بر من دوختی و علم و حکمت برایم آموختی. این مملکت و دنیا را ابدیت نخواهد بود. یک دعای مرا قبول کن. از این عالم و از این دنیا و مسلمانی مرا بیرون بر و در صحبت پدران و اجدادان کرامت کن. در این وقت حضرت جبرائیل نازل شد و گفت: یا یوسف، خداوند کریم سلامت می رساند و می گوید پدرت و عمکت را چون مدت عمر به آخر رسیده بود، وقتا که به هم رسیدند چندان مهلت برایشان ندادم تا با همدیگر سخن بگویند و جان هر دو را برداشتم. تو را هنوز مهلت عمر به آخر نرسیده است. همین طور آهنگ عرض و نیاز کن و توشه آخرت را فراهم بیاور. بعدی وفات پدر، یوسف دیگر تاج بر سر ننهاد و بر تخت ننشست. هر شب برای عبادت حق به کنار رود نیل می رفت و با الله مناجات می کرد. شب از شبها یوسف خواب دید که یعقوب و اسحاق علیه السلام لباسهای بهشتی پوشیده بودند و تاج بر سر نهاده بودند. به یوسف گفتند: یا یوسف، 20 سال است که دلت به آرزوی ما بود. بشارت می دهیم تو را که تا 3 روز دیگر به ما می رسی. علما بر آن عقیدند که یوسف در آن 3 روز آنچنان مشتاق پدر بود که یعقوب در 40 سال آنچنان آرزوی وصال نکرده بود. پس روز سوم ملک الموت حاضر شد و گفت: ای یوسف، مدت
و آخر رسید. پدران و اجدادان منتظر قدوم تویند که تو را ببینند. پس یوسف جان به حق سپرد و عزراییل جان او را در کشیدن گرفت. دل او را در تپش گرفت و اعضایش در لرزش آمد. برادرانش را بخواند و هر یکی را در آغوش گرفت و به عالم ارواح سفر کرد. چون روح از بدن یوسف بیرون شد، جبرائیل آمد و از بهشت کرته آورد. او را بشستند و در کفن پیچانیدند و در تابوت نهادند. بعداً زلیخا را خبر کردند که آن یار دلارام تو یوسف از دنیا گذشت. چون خبر به زلیخا رسید، زلیخا گریان شد و سوی یوسف حرکت کرد. به نزد تابوت رسید و تابوت را آغوش کرد و گفت: ای یوسف، این تو هستی که به این زودی از من جدا شدی. این تویی که ناگاه از صحبت من رها شدی. و بر تابوت یوسف میزد که ناگه از هوش رفت. زلیخا 3 شبانه روز بیهوش افتاده بود. وقتا که به هوش آمد، باز گریه کرد و گفت: دانید که یوسف در آخر رحلت جان چی گفت؟ یوسف چنین گفت: بار خدایا، اگر مرا در نزد تو قدری هست، این جان مرا از من در حال بستان که مسلمان باشم و به صحبت صالحان برسم. بعد زلیخا نیز همین را درخواست کرد و گفت: بار خدایا، اکنون که چنین افتاد، جان من از من بستان و به صحبت صالحان و یوسفم در رسان. خداوند متعال دعای او را قبول کرد، جان او را گرفت و به یوسف پیوست گردانید تا همچنان که در دنیا جفت همدیگر بودند، در آخرت هم جفت یکدیگر باشند. جنازه یوسف پیامبر و زلیخا را خواندند. آواز مردم مصر بلند شد. مردم زیاد می گریستند و در جایگاه دفن خلاف برداشتند. گروه چنین می گفت که هر دویشان را در دروازه کنعان دفن کنیم و بعضی ها جای دیگر می گفتند. پس خداوند متعال رود نیل را خشک گردانید. الله بزرگان مصر را در دلهایشان الهام بخشید تا در میان رود نیل یوسف پیامبر و همسرش زلیخا را دفن کردند تا اینکه آب از بالای او بگذرد و برکات آن به کل دنیا و اطراف مصر برسد. بسم الله الرحمن